بعد تجدید ساختار خوجگی قشلاق و در زمینه خوجگی‌های جماعی تشکیل نمودن خوجگی‌های خرد دهقانی و انفرادی زمین صاحب اصلی خش را پیدا نموده ثمراناکی آن افزون گردیده است. کشاورزان شهر ترسونزاده استفاده عاقلانه زمین را به راه مانده با برداشت 2-3 حاصل در یک موسم سطح زندگی خود را بهتر گردانیدند. سهامداران خوجگی‌های خرد و میانه اینجا بعد تشکیل نمودن خوجگی همساله اجرای نقشه دورنما را تامین نموده در زمینی در اختیار داشتهشان نوع‌های گوناگون محصولات خوجگی قشلاق را پرورش می‌کنند و کوشش می‌کنند که در امنیت آذوقه‌واری مملکت سهمگذار باشند. ما 145 گکتار کارتوشکا کوردیم. هر گکتارش 200 سنتینر 20 توننگی گرفته شدیم. انا کمتر خونیکی چیکار برای همین کمتر حاصلات چیکار شدیم. 205 گکتار پیاز کش کردیم. هر گکتارش 450-500 سنتینر یعنی 50 توننا گرفته شدیم. حاصل نقص آینده با جای همین پیاز کارتوشکا را میگیریم. کشت تکراری من همین پمیدور بادرینگ اصلا همین شالی میکاریم. دهقانان با مساعد آمدن آب و هوا باوری دارند که امسال نیز چون سالهای پیشین حاصل فراوان به دست میآورند و در پسروی نرخ محصولات کشاورزی در بازارهای مملکت سهم خویش را میگذارند. استفاده ثمراناک و عاقلانه زمین یکی از عامل‌های برداشت حاصل فراوان و بهتر گردن سطح زندگی کشاورزان محسوب می‌یابد. به این خاطر کشاورزان این منطقه می‌کوشند وابسته به امکانیت در یک موسم از 2 تا 3 حاصل رویانند. در شهر ترسونزاده در میدان زیاده از 800 گکتار در دو شکل خوجگیداری کشت پیاز کشت کرده شدگی است که امروز در شهر ترسونزاده زیاده از 15,000 تن پیازها از زمین‌ها چینده تیار کردگی هستیم. امروز بازار شهر ترسونزاده بازار شهر دوشنبه را به پورگی تامین کرده میتونه و زیاده از 20,000 تن در شهر ترسونزاده محصولات پیاز هست برای صادرات. انتظار هستند که صاحبکارایی که به صادرات مشغول هستند اومد دستگیری کنند و در شهر ترسونزاده امروز در میدان 375 گکتار در دو شکل خوجگیداری کارتوشکا کشیدگی است. جمع‌آوری کارتوشکا آغاز یافتگی است. امروز برای به تنظیم در آوردن بازار شهر ترسونزاده از سر خود زمین ها از 1.5 تا 2 سومونی کارتوشکا را به فروش برآوردگی هستند. کشتی اساسی شالی به اتمام رسید. کشتی تکراری شالی را آغاز کردیم. از روی معلومات‌های ریاست کشاورزی شهر ترسونزاده امسال خوجگیداران خرد و میانه در زمین‌ها کشتی تکراری گذرانده در آن پمیدور و بودرینگ، شالی، جواری مکه، آفتابپرست و دیگر نمود زراعت‌ها کشت می‌نمایند. گزارش خورشید حلیموف صاحب‌نور عبدالرسولов از شهر ترسونزاده برای برنامه اطلاعاتی نوید.